بیا بلند شو. دیگه نمیتونم تحمل کنم، دارم عصبی میشم. یکم صبور باش، خواهش میکنم. وای شما دوتا چقدر به هم میاین عزیزانم. تو چه الان میری پیش علی بهش میرسی انگار که من اونجام، بعدش میای به من گزارش میدی. باشه بچه ها بیاین قبل از سورپرایز حسابی شادی کنیم. چه سورپرایزی؟ چی میگی؟ وای منم اگه قرار بود آخر شب بدبخت بشم دلم میخواست یکی به هم هشدار بده. دارم همدردی میکنم. تو هیچ کاری نمیتونی با من بکنی، فهمیدی؟ میخوای شرط ببندیم؟ تو چرا نمیشناسی؟ برای چی باش بحث میکنی؟ اعصاب حرفای اونو ندارم. پس اعصاب چیو داری؟ من تشنم شد، میرم آب بخورم. bir su alabilir miyim? میری دستشویی؟ نه رختکن. خب معلومه که میرم دستشویی. مراقب باش. داداش یا الان یا هیچ وقت. زود باش. میشه یکم با هم حرف بزنیم؟ خواهرم یکم دیگه میاد، یعنی نمیتونم بلند بشم. خب پس ما بشینیم. بشین داداش بشین. بشین. پری نمیدونم حرفمو باور میکنی یا نه، اما حرف زدن من تو هیچ ربطی به خواهرم نداره. نمیشنوم. میگم پری نمیدونم باور میکنی حرفمو یا نه، اما حرف زدن من تو به خواهرم هیچ ربطی نداره. نمیشنوم. ببخشید منو یادت اومد؟ نه یادم نیومد. راستش روم نمیشه بهت بگم، تو شرایط خوبی آشنا نشدیم. حافظه من لحظات بدو فوراً پاک میکنه. پس از اول شروع کنیم. سلام، من مرتم. منم نازلیم، بعداً میبینمت. دلیلی که من میخوام باهات دوست بشم اینه که از گوش خواهرم فاصله بگیر لطفا. خواهر اینا دوستامن. ای جان اینا دوستاتن. من معذرت میخوام، پری صدای منو نمیشید، برای همین نزدیک شدم. سلام، من جانم. اینم دوستم فورکانه. خواهر جونم لطفا برو برامون نوشیدنی بگیر بیا. اگه دوست دارین من میارم. زحمت نکشین بچه ها، شما مهمون منی. منظرش عالیه. منظره من بی‌نظیرتره. دیوونه. همه یه مرد اغلوها اینجان؟ از همه خوشتیبتر اون اولی است. بابام، بابا بزرگم، پدر بابا بزرگم، جناب عظمی اولین معمار زمان جمهوریت. جدی میگی؟ واقعا معمار بود؟ آره، حتی آتاتورک ساختمونو بهش داده و اون موقع ها اینجاها حسابی خرابه بوده، با چنگ و دندون از اینجا حفاظت کرده. آره. خب گفتی سورپرایز، منم اومدم. البته خیلی کنجکاوم ببینم برنامه چیه. البته یه خورده هم میترسم. والا منم نمیدونم، اگه میخوای بپرسم. بابا بیا. آقا سالن حاضره.
باشه. سالن؟ هالوک ببین اگه عروسی باشه از اینجا فرار میکنم. گونچ خانم لطفاً همراهی میکنید؟ کجا خب؟ خب تو داشتی چپ چپ به خواهرم نگاه میکردی. نه من نگام اینطوریه. اگه چیزی هست بچه ها به من بگین، شاید بتونم کمکتون کنم. نه یعنی میدونی چه اتفاقی افتاد؟ ما داشتیم فقط حرف میزدیم و از این چیزا. ببینم داشتین از بوسیدن حرف میزدین؟ از چی حرف میزدین مثلا؟ اوه جان بدجوری عاشق پری شده. خب خواهر جون من، خواهر فرشته من، اونم عاشقت شده؟ کودن روش نمیشه بپرسه، وقتی میبینتش هول میشه. ببینید به چشای من نگاه کنید و گوشاتونم وا کنین که چی میگم. اگه از 10 متری پری رد بشین اون قلبتون رو در میارم و خام میخورم جون ورا. قسم میخورم که هیچ نظر بدی ندارم. چه نیت بدی میخوای داشته باشی؟ عاشق خواهر من شدی. نه یعنی اونطوری عاشق نشدم. خب بفرما اعتراف کرد. چی؟ باشه گرفتیم چی شد. بی خیال پری. منو نگاه کنین، حالا از اینجا برید. برو بابا این اعصاب نداره. دارید میرید؟ نمیریم، داریم فرار میکنیم. پری میبینمت. چی کار کردیشون؟ خواهر جونم هیچی نشد، فقط رفتن دوستاشونو ببینن. بیا بشین پیش خواهرت. اینا خوشمزن، بخور. سبیلای حالت خوبه؟ یه چیزایی خوردم که آرومم کنه. الان بهترم. بشین آبجیرنا. وقتی پیامت اومد خیلی نگران شدم، سریع اومدم عزیزم. ازدواج کردم. منم امروز فهمیدم. اون زن اومده تو اتاق من. تو اومدی خونه ما؟ امروز اومدم. اشتباه کردی. اومدم پسرمو ببینم. رنا جون چی شد؟ میخواستی حلش کنی؟ گفتی اون زن میره. حل کردن و بذار کنار. ازدواج کردن، به تو هم خبر ندادن. من به تو چی گفتم؟ سبیلای گفتم اونا ازدواج نمی کنن؟ بهت گفتم اون زن از اینجا میره که میره، اما نه به این شکل. اینجوری نمیشه. باید به خودت مسلط باشی. هر کاری با عصبانیت باشه اونو برنده نشون میده عزیزم. اینم اصلاً به نفع ما نیست. امیدوارم همونطوری که میگی باشه آبجیرنا، وگرنه خیلی بد میشه. منظورت چیه؟ در مورد شما خیلی چیزا میدونم، چیزایی که نمیخواید کسی بدونه، و بعضی وقتا این چیزا رو نمیتونم تو خودم نگه دارم. خیلی سخت. این یه تهدیده؟ اینطورم میشه گفت رعنا خانم. واسه برگشتن به زندگی قبلی هر کاری میکنم. ببند، باز نکن. بیا حالا باز کن.